سلام و وقت سپتی اکس هستم. آقا اومدیم دهگان برتر سیزن جدیدمون رو بهتون بگم. آقا 8 تا گان هستش، یه شاتگان هستش و یه اسنایپ. نمیدونم تعداد اسنایپر توی این سیزن واقعا کم شده. قدیما واقعا اتشمنت حساب خیلی خوب پیدا می‌شد، اما الان بیشتر از گان. آقا این سه تا جعبه هم که می‌بینین هستش. آخر ویدیو براتون میذارم که ببینیم شانسمون چطوره. اتشمنت رو هم آخر ویدیو بچه‌ها فعلا بریم با هم تستشون بکنیم. 8 تا گان و یه شاتگان و یه اسنایپر. آقا اول از یک شروع کنیم. در ضمن بچه من بازی هم ما کردمش، امیدوارم شما بازی کنید. خب آقا اومدیم خب آقا خیلی رو اینم از باتون برمید خیلی خفنه این گان. هر دو بچه ها دیدیم بچه هر دو با هم میزنن. تعداد تیراشم 40 تا هستش. بچه بریم سراغ با گان بعدیمون. بچه ها این که اصلا لگت نداره، نگاه کنیم بریم عشق کنیم، بریم عشق کنیم. اینم پیسی بشه دیدیم خب میزنیم بکنی شدم خیلی خوبه بچه ها. این اتشمنت رو داشته باشید که میتونی راحت میتونی رنگتون بزن کنید. آقا مثلا این پیستول رو میبینین من به سرش بزنم با یه ضربه طرف میره نمیده. حالا هر کی پیستول باشه باشه بخشی کنم بالا دیدین خیلی راحت خیلی راحت. این هم که گانش بهتون گفتم خیلی خفن خیلی هم راحت. آقا اینم یه اسنایپر. البته بخشید بچه دو تا اسنایپر 7 گان. خیلی خوبه بچه بعضی موقع نمیدونم چرا با یه تیر میره، بعضی موقع با دو باز این دیدیم بچه ها. خیلی خوبه بچه ها، خیلی هم سریعه. اگه خواستیم این اسنایپر هم بره. به نظر من این اسنایپر زیاد به درد موشیتون نمیخوره، بیشتر این بعد فکر هست که وقتی واقعا به درد از نظر من شما بریم امتحان کنیم نظر این هم از اسنایپر. همه چه خفنه با تو بردی بزارم. خب آقا بریم شماره 4 به این گان محبوب بکنیم. خب آقا تعداد تیراش که 60 تا خیلی هم خوب. این هم لگت نداره بچه بکنیم لگت نداره. این هم بچه ها اگه خواستیم این شمشیرم برداریم در خودتون با ترکیب این گان و این نایف خیلی حتما بکنیم. نکنید چه بچه خیلی راحت کنیم نموتون خیلی راحت نمیدونیم همه رو بکنیم باید تکشات کنیم. خیلی دیدیم هر دو رو با هم دیدیم. کلا همه این گانه که من دارم بهتون نشون میدم اگه مثلا دو تا انمی جلوتون باشه یه جوری زاویه رو زاویه دیدشون باشین بزنین هر دو رو با هم میزنه. همه گانای من اینطوریه. حالا آقا اینم نگاه کنین چه خفنه. این شمشیرم با ترکیبش خیلی بچه‌ها میشه. اینم بعد خب بریم سراغ شماره 5 خیلی هم البته این شاتگان خیلی هم خوبه. بچه‌ها یه نکته من بهتون بگم نگاه کنین این که نکته داره شاتگان ولی خیلی حتما میبره با ترکیبش خیلی بچه نمیدونم چرا نمیدونم از پینگ من اینطور میشه. بعضی موقع این میخوام که شاد بزنم با این بعضی موقع دنی میشه البته بعضی موقع الان این خیلی راحت داره خیلی راحت. آقا بچه ها میخوام خواستیم در داریم با ترکیب این خیلی راحت میشه. بچه این هم شاتگان این هم نمای شاتگان این هم نمای شاتگان اون بچه خیلی خوبه. من که از این رنگی که داریم میبینیم شاتگان همه گانا هم از هم رنگی خیلی رنگی خوبه خیلی میشه. این رو بچه الان اصلا در خیلی نکن
شده بدم و از این موقع واقعا حالا از راهی بودم ببین از راهی بودم حتی میزنم حالا بریم سراغ چی؟ سراغ گان 56 این خیلی باله با باتوم اگه باتومو گرفتیم این باتوم بقیه رو گرفتیم باش بزنیم خیلی خفن میشه بچه این خیلی خفنه نگاه کنیم باتوم البته بعضی موقع 4 تاه بگنه الان رو سرش که مثلا من میگیرم نگاه کن چند تا میشه 1 2 3 این 3 تا شد خیلی باحاله بچه‌ها این هم اگه خواستیم برداریم حالا از راهی بودم نکنی از راهی بودم خیلی راهی این بچه بعد موقع به دستش میزنم که شاک میشه چرا من برای اینقدر بد میزنم حالا میریم سراغ گان 7.5 که این اصلا لگد نداره کلا بیشتر گانا لگد میگیره خیلی هم خوب این هم اگه خواستیم بچه لگد خیلی خوب حالا میریم سراغ گان 8. خیلی هم خفنه این هم بچه خواهد میشن چنان برش داریم خیلی بچه این خوراک یک شاته خوراک یک شاته رو سر اینه قشن نشونه بگیریم لگم که اصلا نداره راحت میتونیم بریم توی مولتی رنگتون با این گانه که من بهتون دادم لجند خودم هم بچه یه کم مونده لجند آخراش بچه چه خطره گانه حالا میریم سراغ خیلی هم خفن اصلا لگت هم نداره ببینیم باید بچه تو اینو میبینیم البته اگر از زاویه خیلی خوب بهش بسید بستگی به بازی بازی کنیم بچه این بوکس هم اگه خواستی درد خیلی خفن رنگ حالا رایدی برای خواستی نکنی بچه راحت بایی نکنی بچه الان من با یک تیرینار میکنم نکنیم حالا میریم سراغ گان البته اسنایپ 10 اینجا نگاه کنید بچه از راه دور بچه بدون اسکوپ رنگ خیلی البته اگه پینگ خوب داشته مثلا نگاه کنید با اینکه من پینگم نگاه کنید پینگ من واقعا دیگه خیلی بعضی موقع پایین هسته ها ولی نمیزنید به 3 میلیون ولی همون با اسکوپ بزنی به نظرم بزنید بچه گان دیگه هم نمونده بودم بهتون نشون بدم همه گانا رو بهتون نشون بدم حالا بچه ها میمونه چی؟ میمونه صندوقان هم همین الان با هم دیگه میزنیم و میریم سراغ اتچمنت ها این خیلی بچه ها این تازه اومده این گردونش رایگانه البته ما که شانس نداریم خب آقا بزن بریم این اولیش واقعا شانس داره اصلا من شانس دارم بریم سراغ دومی هم لجند شد فقط از همین سومی با اینکه لجند نشد ولی خوب دارم حالا میریم سراغ اتچمنت این اتچمنت این اتچمنت اولی خیلی خوبه بچه هر خواستی بچه میتونی شاپ بگیریم و استاپ کنیم این اولی
استیلش هم حالا میگیم سوم، حالا چهارم، حالا شاتگان خیلی خوبی هم هستش بچه راحت میتونید که بنده کنید. حالا چی شد؟ حالا هفتی خیلی بچه این هم که دوست دارم و هشت برداریم بچه ها. این ناموسه هم لگت. حالا از آخر اگه خواستیم بچه این پرکا هم میتونیم برداریم. این پرکا رو با این دانا حل بکنیم. خیلی زیاد تفنی میشه بچه ها اگه خواستیم درش خب بچه ها همینا رو یه چیزی رو خواستیم نبود این پرکا. این هم از امروز بچه ها البته بچه ها داشت یکی هم اینجا داشتم ببینم این چی میده. اوه مکی آگه فکر کنم زد تایی بده. آگه واقعا فکر بده سر دو آقا بهش که فکر دیگه ما بودیم ما بازم براتون از این همشیده داری خفا میذاریم. اگه خواستیم من براتون اسنایپش هم میزنم 10 تا اسنایپ برتر سیزن جدید کم مونده بچه ها. به سیزن بعدی هم برسیم. اون حتما ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید، بتونید لایک بزنید. کلا اونایی که لایک فالو نزنن کنسل. آیا ویدیو بعدی خدا